اگه برای سازمانتون دنبال یه دستگاه حضور غیاب خوش قیمت، حرفه‌ای و قابل اعتماد هستید، امروز وقتشه با یکی از جدیدترین محصولات سری 1851 شرکت دنیای پردازش آشنا بشیم. امروز می‌خوایم دستگاه 1851 L رو براتون آنباکس کنیم. دستگاهی که با وجود قیمت اقتصادی امکانات یک دستگاه هوشمند و مدرن تشخیص چهره رو در اختیارتون میذاره. بعد از باز کردن جعبه، اولین چیزی که دیده میشه نحوه بسته‌بندی مرتب و مطمئن دستگاهه. دستگاه داخل یک قالب فوم مخصوص قرار گرفته تا در زمان حمل و نقل کاملا ثابت بمونه و هیچ آسیبی نبینه. با برداشتن فوم به خود دستگاه 1851 لایت میرسیم. دستگاه داخل کاور محافظ قرار داره و طراحی جمع و جور، صفحه نمایش 5 اینچی و بدنه خوش ساختش اولین نکته‌ای که جلب توجه میکنه. در بخش پایین جعبه هم اتصالات مورد نیاز برای نصب وجود داره، شامل اتصالات و براکت نصب دیواری که بدون نیاز به خرید لوازم اضافی میشه دستگاه رو سریع و راحت نصب کرد. وقتشه کمی دقیق‌تر به خود دستگاه 1851 لایت نگاه کنیم. اولین چیزی که جلب توجه میکنه صفحه نمایش رنگی و لمسی 5 اینچی دستگاهه. این صفحه نمایش هم وضوح خوبی داره، هم کار کردن با منوها رو خیلی راحت و روان میکنه. رابط کاربری هم از هر دو زبان فارسی و انگلیسی پشتیبانی میکنه، چیزی که برای مجموعه‌ها با تنوع کاربری خیلی مهمه. بالای دستگاه دوربین‌های دوگانه RGB و IR قرار گرفتن، ترکیبی که باعث میشه دستگاه حتی در شرایط نوری ضعیف یا خیلی روشن چهره رو دقیق تشخیص بده. به کمک فناوری ویزیبل لایت دستگاه میتونه چهره واقعی رو از عکس، تصویر موبایل، ماسک یا تقلب تشخیص بده و همین باعث میشه سیستم امنیت خیلی بالایی داشته باشه. سرعت شناسایی هم کمتر از 1 ثانیه است، یعنی کارمند فقط نزدیک میشه، دستگاه نگاهش میکنه و سریع ثبت میشه بدون اینکه صفی ایجاد بشه یا وقفه‌ای پیش بیاد. روی دستگاه پورت شبکه وجود داره که امکان اتصال مستقیم به شبکه داخلی سازمان رو فراهم میکنه. در کنار این پورت ها USB هاست هم قرار گرفته که برای تخلیه اطلاعات خیلی کاربردیه. تو بخش ظرفیت‌های دستگاه، این دستگاه با اینکه یک مدل اقتصادیه ولی توانایی ذخیره‌سازی 6000 چهره، 6000 کارت و بیشتر از 50000 تردد داره که این برای سازمان‌های کوچیک تا متوسط کاملا کافی و استاندارده. در نهایت دستگاه 1851 لایت برای شرکت‌هایی که نمیخوان هزینه زیادی بکنن ولی یه دستگاه هوشمند با ظرفیت بالا، سرعت بالا، اتصالات کامل داشته باشن یک انتخاب ایدئاله.